خب از دوستا پرسان شد که امی تجلیل از میلاد نبی را پیغمبر گفته که بکنین؟ نه نگفته. صحابه کرام کردن؟ ابوبکر صدیق تجلیل میکرد؟ نه نمیکرد. تابعین میکردن؟ نه نمیکردن. تابع تابعین؟ نه نمیکردن. در قرن هفتم در قرن هفتم است یا پنجم است در دولت فاطمی ها وقتی که اهل سنت اهل تشیع دیدن که عاشورا را تجلیل میکنه یا گفت ما چرا آرام بشینیم بسید از وای چی رو جور کردن؟ تجلیل از میلاد جور کردن که ما باز تولد پیغمبر صلی الله علیه و تجلیل میکنیم همون کارهای که وا میکنن ما باز ضدشان میکنیم. اینال چرا اونا نکردن؟ آیا محبت موضوع از محبت صحابه کرام که بیشتر است؟ پس وقتی که من تحقیق کردم که والا راستی میگه تو باش کالی کدام از جور میشه، پس آن دیدیم که صحابه کرام هر روز با پیغمبر صلی زندگی میکردن. همین تجلیل چی نمیگن؟ یاد بوده میگن. چی نمیگن؟ یاد بود چه وقت میشه که یک نفر یاد فراموش شوه باز یک روز در طول سال باز به یادش بیایی از اون خاطر رو یاد بود میکنی. اما یک نفر که هر روز پیغمبر خدا به یادش است او چی نیاز داره به یاد بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ یک روز یک کسی مرا گفت استاد لطفاً از میلاد مخالفت نکنین. من گفتم چرا برادر عزیز؟ گفت به خاطر از اینکه اگر شما از میلاد مخالفت میکنین باز پیغمبر فراموش مردم میشه با اینکه یک روزی در سال یاد بود شود. من گفتم درست است شما حق دارین این کارو بکنین ولی ما این حق نداریم. چرا شما این حق دارین و ما این حق نداریم؟ من گفتم به خاطر که شما 364 روز پیغمبر صلی الله علیه و فراموش کردین. حالا اگه یک روز یاد بود نشه بیخی چی میشه؟ یادتان میره. برای شما بسیار خوب است شما این کارو بکنین. برای ما چرا؟ چون ما هر روز وقتی که از خواب میخیزیم به یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم از خواب میخیزیم. وقتی که به خواب میریم به یاد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خواب میریم. سنت های پیغمبر رو تطبیق کرده باز خواب میکنیم. وقتی که نان میخوریم به یاد ماست که پیغمبر خواستن با کدام دست غذا میخورد، با چند انگشت خود غذا میخورد، چه قسم در آغاز غذا خوردن چی میگفت. آب که مینوشیدیم تو هر روز آب کرده دست چپت آب نوشیده میری و پیغمبر فراموش شده. اما من هیچ وقت با دست چپم آب نمینوشم، من هیچ وقت با دست چپم چای نمینوشم. از این خاطر می کسایی که شما میبینین که زیاد پس یاد بود میگردن آب نوشیدنش سایکو، چای نوشیدنش سایکو. یک روز در خانه میکس اومد 50 دفعه برش گفتم که دست راست باز هم میگیره چای که دست راست میگیره باز که چای مان باز دست چپ شروع میگه باز برش میگم دست راست باز پس میگه دل من کفاند خدای چه قسم است. اونا باز که انشالله هست واقعا دلیل از اونا برای خودشان موجه هست چون فراموششان میشه. اما برای ما نه به خاطر از اینکه یک کسی که امت رسول الله صلی الله علیه و مطلقی سلام